این چایخانه خربوزه نام گرفته است و از نگاه طرح معماری و بزرگیش در آسیای مرکزی نظیر ندارد. بر اساس اطلاع رسانه‌ها این چایخانه از سوی مرادعلی علی مردان رئیس اگرا اینوست بانک با خرج بیش از 1 میلیون سومانی ساخته شده است. چایخانه از 2 آشیانه عبارت بوده. آشیانه دویمش که شکل خربوزه را دارد به ستون است و در مجموع حدود 6000 نفر را میتواند در یک وقت بگنجاند. عالمان تاریخ شناس میگویند که محض این ساختمان حصار 3000 ساله را جوانتر کرد و نامش را در جهان بار دیگر بلندتر نمود. این همون عنعنه در زینه نو. البته در زینه بسیار افتخارمنده که ما مستقلیت واقعی در جمهوری شده است و این باز به همون رسالت تاریخی اعزام می شود. به قول عالمان باستانشناس این منطقه مثل امروز همیشه با تحولات و بنیادکاری های از جهت معماری نادرش ورد زبان ها بوده است. این منطقه همیشه چون مرکز تجارت و زراعت شناخته شده، راه ابریشم بزرگ از اینجا میگذشته است و عالمان این همه را در رمز جشن حصار منعکس کردند. اساس این رمز گرفته شده است از اون سرستون هایی که سال 1956 از طرف احرار مختاروف در شهر نو یافته شده بود و این در اون سرستون تصویری حیوان شیرسر تصویر یافته است و که از بس که این مثلا رمزها یافته شدن از این وادی و بعدا در اینجا آفتاب از بس که وادی حصار وادی مثلا زرخیز است، پخته، گندم و دیگر چیزها اضافه کرده شده. موقع اساسی در منطقه امین بخارای شرقی موقع مرکزی را حصار اشغال میکرد. سیاحتچیان روس اینجا آمدند، با چشم خود دیدند و بارها قید کردند که حصار این روزی دهنده قریب همه بخارای شرقی است، چون که در این اقلیمی بسیار خوبی زراعتکاری دارد. در این زمینه چند پیش عالمان و پژوهشگران 14 کشور جهان در یک همایش بخشیده به این جشن ذکر کردند که حصار با تاریخ 3000 سالش در تمدن آسیای مرکزی همچون مرکز مهم فرهنگی و مدنی منطقه محسوب می‌یابد. گفتیم از بس که تمدن حصار بسیار قدیمی است و چندین هزار ساله، بنابراین طبیعی که این در آسیای مرکزی یکی از منطقه‌های مرکزی می‌گردد. این مثلا در برابر سمرقند و بخارا و دیگر شهرهای چه قدیمه در جای خود سزاوار را پیدا می‌کند. بنابراین ما پیش از همه درباره مدرن حصار یا تمدن حصار در مقیاس آسیای مرکزی اما اگر ما در مقیاس آسیای مرکزی گرفتیم این اهمیت جهانی هم حصار بخارای کوچک نیست، بلکه حصار در قرن 20 یه هدیه بسیار بزرگی رو در دل خودش پرورده و به تمام فارس تاجیک زبانان دنیا هدیه کرده و اون یک بخارای دیگه است به نام دوشنبه که این دوشنبه در قرن 20 نقش بسیار بزرگی رو در معرفی فرهنگ و تمدن گذشتگان خودش در جهان ایفا کرده. یعنی حصار علاوه بر اون صفت‌های عمومیش مثلا باستانی، نمیدونم قدیمی، اما یک کلمه برای من جالب بود: حصار تاریخ ساز. حصار در 20 کیلومتری غربی پایتخت تاجیکستان و در قسم 5 کیلومتری جنوبی ناحیه قلعه آوازه‌دارای حصار جایگیر است. با آنکه قلعه حصار تاریخ 3000 ساله دارد و بازیافت‌های پرارزش قدیمی در آن کشف شدند، باز هم این میراث تاریخی از نظر پژوهشگران بین المللی دور مانده است. من تعجب کردم در اول که در قرون وسطا مثلا سرچشمه ها اینقدر کم است درباره حصار، فقط ذکر می شود در تاریخ های عمومی و اینکه متاسفانه مثل اینکه یک تاریخ نویس محلی نبوده در زمان قدیم. من تحقیق میکنم برای جمع‌آوری منابع مختلف، کوچک بزرگ هرچه باشد، برای ساختن چنین تابلوی زندگی و تاریخ شهر حصار و اینکه در قرون وسطا حصار کمی فراموش شده، بلکه متاسفانه در متون بزرگ کم ذکر شده. پس من میخوام جایگاه خود را دوباره پیدا کنم. این خواستار من.
موافق گفته های مورخان باستانشناسان، وادی حصار همچون یک بخش پهنای آریانا تا هزاره 6 پیش از میلاد، ایرانویش تا هزاره 2 پیش از میلاد، ایرانشهر تا عصرهای 11 پیش از میلاد، باختر قدیم تا عصر 6 پیش از میلاد، هخامنشی ها تا سال 329 پیش از میلاد و دیگر دولتداری ها وجود داشته است و عصر 5 میلادی همچون ملک نیم مستقل با نام شومان ارض هستی کرده است. اما استقلال کامل حصار با نام شومان از عصر 12 به حساب می رود. از اینجاست که حصار را پیشتر حصار شومان و حالا حصار شادمان می گویند. یک چیز بسیار جالب است که حصار همه وقت مستقل خود را نگاه می داشت. هرچند که سلاله ها عوض می شدند، هرچند که بعضی بیگانگان به سر حکومت می آمدند، ولی خلق محلی سنت های محلی خود را دائم نگاه می داشت و تا امروز نگاه می دارد. در روبروی قلعه آثارخانه تاریخی قلعه حصار موجود است و در دوره‌های باستان اینجا مدرسه بوده فرزندان شخصان ثروتمند همان زمان تحصیل می‌کردند. در این مدرسه ابتدایی طالب علمان زبان‌های عربی و فارسی، قرآن و شرح آن، ابتدای منطق، فلسفه یونانی و شریعت را آموخته برای ادامه تحصیل سپس به مدرسه‌های بخارای شریف می‌رفتند. حالا این مدرسه آثارخانه تاریخی قلعه حصار بوده در آن بازیافت‌های نادر حفظ کرده می‌شوند. قرار است یونسکو قلعه حصار را همچون میراث تاریخی جهانی اعتراف کند و تحت حمایت خود بگیرد.